در پروژه های سرکسازی کابل، خانه هایی که در مسیر نقشه سرک ها قرار دارند تخریب می شوند. این موضوع سبب به مسکن شدن صدها خانواده شده و نیاز به مسکن را افزایش داده، امری که به گفته شهروندان سبب دو برابر شدن کرایه خانه ها نسبت به سالهای گذشته شده است. طبعا میشتیم 1000 روپیه یک کرایه خانه، ولی یک کرایه خانه 3000 روپیه شده. تو فکر کو که روزی ما دای موچگیری توانش نداریم، روزی 50-60 روپیه زیاد کار کردن نمیتونیم، قیمتش بالا دادن نمیتونیم، ایران به خدا ماندیم کجا بریم. اینول میگه کوچ که ما برادر جانی شرکتی میگه چاپا میکنه، اینول ما آدمی غریب که میگردیم اولی کرایه پیدا نمیشه. دولت در این باره کوشش هم کرده، سر نرخ‌های کرایه خانه و چیزا کمی توجه کرده، بازم توجه دولت میخوایم که دیگه هم چه بکنه، به خاطر که مردم یک ذره دستش قید است. همزمان با اخراج مهاجران افغان از کشورهای همسایه و بازگشت آنان به کشور، این وضعیت شدت بیشتر یافته است. افزایش جمعیت و تقاضا برای مسکن سبب بلند رفتن کرایه ها شده است. به باور کارشناسان، افزایش کرایه خانه ها و ساختمان ها بخصوص در کابل دو عامل دارد. یکی افزایش شهرنشینی و دیگر آن برگشت مهاجران به کشور می باشد. از دید آنان، راه حل این معضل ایجاد زمینه‌های مناسب اشتغالی و زراعتی در روستاها و کاهش شهرنشینی بوده میتواند. دو عامل میتونه باشه، یکی که افزایش شهرنشینی و دومی موضوع آمدن مهاجرین از کشورهای همسایه هسته. یعنی بعضی بازگشت مهاجرین میتونه این امر به وجود بیاره که ما با توجه به روند اقتصادی در حال حاضر که دارا هستیم، ایجاد زمینه مناسب و ایجاد اشتغالزایی برای تولید زمینهای زراعتی و ماندنی در روستا میتونیم این امر رو کنترل بکنیم و افزایش شهرنشینی رو کاهش داده. نوع تعادل قیمت ارزشی برای کرایه و خریداری زمین و خانه در نسبت به مناطق مختلف افغانستان عملکرد مناسب و مفیدی داشته باشیم. در همین حال مسئولان میگویند که معیاری سازی سرک‌های کابل یک نیاز جدی است و برای این کار به استملاک ساختمان‌های شخصی که در این مسیر قرار می‌گیرد نیاز است و در مقابل شهرداری به شهروندان خساره پرداخت می‌کند. طوری که ما در جریان هستیم، شهرداری کابل به خاطر اجرای پروژه عامل منفعه که بدون شک مسئله سرک یکی از عمده‌ترین پروژه خواهد بود در شهر، نیاز به استملاک داره. استملاک پروسه را میگه که زمین‌های شخصی که وجود داره یا ساختمان‌های شخصی که وجود داره فراروی پروژه عامل منفعه قرار بگیره که بدون شک پارک، سرک و پروژه عامل منفعه از این دید مستثنا نیست. در قدم اول خساره ساختمان و در قدم دوم خساره زمینشان را دریافت میکنه. فعلا هم در جاهای مختلف شهر کابل پروسه استملاک به خاطر پلان‌های جدیدی که در سال‌های مختلف ما داریم اجرا میشه. با این همه چند پیش وزارت عدلیه از صاحبان خانه‌ها خواست تا کرایه منزل‌ها را افزایش ندهند. همچنان از کرایه نشینان خواسته شد در صورت روبرو شدن با تخطی شکایت کنند، اما با وجود این کرایه خانه‌ها هنوز هم بلند باقی مانده است.